UMP هستم و خوش اومدیم به این ویدیو. امروز یه دونه از ویدیو لانگ خفنمون رو داریم که میخوایم آیدیای یوتیوبرها رو ببینیم. یوتیوبرها، حالا هر یوتیوبری که میخوایم ببینیم و همین امروز میبینیم، الجمله الورد مثل اینا. خب بریم که این آیدیا رو سرچ کنیم. آیدی اول آیدی 60 شما هم اگه میخوایم بزنیم 65 13 02 17. این آیدی اوله. بچه ها رکب خوردیم، یه از سب کن بچه ها وایسیم. بچه ها یه دونه کلمه جا انداخت. آیدی اول آیدی امیر قاتله، یه از آیدی های خفن لول 81 پرایم 8. تا اینجاش پشممون ریخته. این پروفایلش بچه ها اگه رنگشو میبینین بسیار خیلی رنگ بازی میکنه. منم بتلم 3 ستاره است، ولی خب لایکشو نگاه کنه. پشمام یه پروفایل برقی یا ژاکدابی هم داره. چه خلاصه بگم خیلی یه چیزای اصلا پشمریزونی داره. بچه من دیگه ویدیو کات نمی کنم، اذیت نشین. همینطوری میذارم، اگه اشکالی نره تو کامنت ها بگین اگه همینطوری بذارم خوبه یا کات کنم. آیدی دوم آیدی 113 95 99 52. بله آماده پشمریزون ریختن از دوباره باشین. Let's go. بچه تا اینجا اومدیم لایک و ساب کنید و زنگوله رو رول کنید که ویدیو ما با شما زودتر بیاد. خب بریم سراغ. بله آیدی بعدی محموتیه. محموتی یه دونه بله موز معروفش هم اینجا هست. چرا ساکوراشو نذاشته؟ چرا ساکوراشو نذاشتی محموتی؟ چرا بله موز ترکون موزو. لایکوش اکانت جدیده محموتیه. گیلدش هم لول 7. گیلد حسین امیل. به ساکورا طلایی لایک کرده. خودش هم ساکورا داره بچه ها، اگه نمیدونید خودش هم ساکورا داره. میریم سراغ آیدی بعدی. آیدی بعدی 332 44 107. این آیدی خیلی کمه، امیدوارم درست باشه. بله آیدی بعدی از همه پشیزون تره. آیدی سالار هات با اکانت ساکوراش. به ساکورا داره عشق. سالار هات پلایم 8 UMP اولو داره و خلاصه خیلی چیزای خفنی داره. میریم سراغ آیدی بعدی. آیدی 260 55 78 54. این آیدی هم خیلی بچه حسین امین. بچه این پروفایل نمودی حسین امین یکی ها، اشتباه نکنید. حسین امین با اکانت جدیدش لول 83 پرایم 8. بچه نتون میدید بچه خوب شد. بسیار هم خیلی رنگ میره، معلومه بتلش خیلی رنگ میره. پرایم 8. بچه من حرفی ندارم. بچه الان من دانلود نرم، هیپ هاپشو پوشیده. من دانلود نرم. هیپ هاپ، ژاکدابی، دنس صندلی، الیت بوم و این دنس ها قدیم. کاتانا چرا اونجای تالا؟ این کاتانا نیدم. کاتانا برقی است بچه ها، یا کاتانا نمیم چیه. بچه ها بویا پس ها رو همه رو گرفته.
یه دونه انداخته. پشمان. من که فقط 4 تا بویا هست. 110 کا لایک داره. 110 کا لایک به چه در؟ چه شکلی؟ میریم سراغ آیدی بعدی. بچه ها الان چند تا آیدی زدن؟ 190 483. اینو نزدن فکر کنم. 195 618 483 483 ای 400 بچه گیج میشم. 418 نه 483 درست 83 آیدی مستر وان شات، یکی از آیدیایی که تا الان دیدیم خفن ترین که تقریبا میشه گفت مستر وان شاته. 2 روز پیش هم آنلاین بوده، لول 82 پرایم 8. بله ایشون مقام اول رو تا الان گرفتن. به چه ست خفنی هم زده مستر وان شات با 162 کی لایک. ما هم لایکش میکنیم که به در نمیخوره، ولی خب گیل لول 2 که زیاد نیست. ساکورا رو داره یه ذره تا اینجا 5 ریزونه. این ساکورا اینا رو لایک کرده 2 میلیون رو گرفته. این دیگر چیست؟ میریم سراغ آیدی بعدی. این خفن در این که من الان تا حالا از نظر خودم دیدم همین مستر وان شات بوده. بچه اگه آرزوی شما هم که یه بار اکانت مستر وان شات بگین زیر همین کامنت ها بگین، خیلی حال میده. 103 آیدی بعدی 103 85 185 84 کجا بودیم؟ 584 390. بله آیدی بعدی هم آیدی خفنیه. این آیدی دادام لالای کنسل 313 با گیلد جدیدش لول 71. چه گیلد کنسل تازه زده. دیدی من ویدیوش دیدم. بله یا فقط فشاری شدن مای 3 4 5 6 7 8 9 تا گان لولی. ای خدا من این گان لولی هم داشتم به خدا همون میذاشتم پروفایلم. بله بچه ها بویا پس ها بعضیاشو گرفته بعضیاشو نگرفته. چرا بویا پس ها چرا نگرفتی؟ کنسلی همه بویا پس ها. به کنسل نمره 8 میدم. میریم سراغ آیدی بعدی. آیدی یکی مونده به آخر 32. این آیدی ها یه ذره میان رو نمره کم میان تو نمره کم خیلی زیاد نه، ولی خب 54. برای آیدی بعدی آیدی پشمیزون بچه زایه شدیم 32 60 بچه یه سب کنیم 32 60 775 458 آیدی بعدی آیدی کیه بچه؟ آیدی بچه نمیدونم آیدی کیه یا البرز بچه فکر کنم آیدی البرز بک داده یا نه حسین امیل. حالا فعلا میریم سراغ آیدی آخر متن اینو میفهمم یا البرز یا یک دیگه فهم نمیدونم. نه بچه حالا این البرز آیدی آخری رو میدونم چیه. آیدی آخری خیلی دیگه پشم ریزونه از این آیدی هایی که دیدیم.
آیدی البرز رو من میدم بچه. این البرز ها به خدا این البرز این اسمشو عوض کرده وگرنه این البرزه. من میدونم آیدیشو زدم. آیدی بعدی آیدی خیلی خفنیه که تازه به دست یک ایرانی رسیده و خیلی هم زحمت کشیده برای این اکانت که میشه گفت خیلی زحمت کشیده. آیدی بعدی چیزی نیست جز آیدی علی دلتا که الان از دوباره اسمش چون من هرچی میزنم از اینا میشه آیدیاشون تغییر میکنه. آیدی علی دلتا اکانت ویدیو اکانت علی دلتا یا ساکورا هیپ هاپ و همه رو داره. بچه نمیدونم شاید اصلا اکانتش داده یه دست دیگه نمیدونم اکانت جدیدش ویدیو شما دیدی حتما نمیدونم به خدا بچه این اکانت ویدیوشو الله اکبر لا اله الا الله. حالا بگو چرا این سه تا زدی داشت این سه تا چرا زدی برو به هیپ هاپ و ساکورا ترکیب کن میشه از اینا بدن چه دوازه. خب امیدوارم از این ویدیو لذت کافی برده باشین که من برای این ویدیو الان باید ادیتش کنم. بچه ها به ادیتور یه ذره رحم کنین. اگه ادیتش بد کرد دیگه من کاری ندارم. مشکل داری دوست داریم دارین زحمت میکشیم تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده کنین و خوش میدی سابسکرایب کنین و زنگوله رو آل کنین که ویدیو ما بر شما زودتر بیاد. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا حافظ.